سلام عزیزان دلم، ایشالا که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام تعویض گلدون توضیح بدم براتون. من یه مقدار از خاک خود گلدون رو ریختم که این گلدون دیگه. بعد گلها رو یکی یکی میذارم وسط گلدون. وسط گلدون رو خاک رو پر میکنم از خاک خودش، چون خاک خودش خوبه از خاک خودش استفاده میکنم. خاک نرمی هستش و کمک میکنه به ریشه دهی گلدان. ساعت از زمان جابجایی گلدان بگذره، بعد کمی آب بهش بدین و بذاریم بمونه و 2 روز بعد دوباره آب خیلی کم بدین که ریشه‌شو ابر نباره. ان شاءالله که براتون مفید باشه.